نئوناتسیستان تازه پیدا دیگر نمیتوانند به زیارت خانه‌ای که ادولف هیتلر زاده شده است بروند، چون احتمال دارد آنها را در آنجا بازداشت کنند. وزارت کارهای داخلی افسر اعلان کرد بینایی که دیکتاتور به دنیا آمده است به اداره پلیس تبدیل می‌دهند. این تصمیم به ماجرا در اطراف بینای کوچه زالسبورگر وارشتات 15 که در شهرک براناو امین است خاتمه می‌گذارد. حدود 100 سال باز بینا به عائله پامرها تعلق داشت. نخست در این بینا مهمانخانه جایگیر شده بود، بعداً مرکزی کمک به معتادان. مالکان بینا برای جای کردن این مرکز از دولت حدود 5000 یورو می گرفتند، اما 3 سال پیش این شریکی بخش خصوصی و دولت خللدار شد. مالکان خانه شرطنامه را بیکار کردند و مقامات وینا در تشویش افتادند که مبادا بینا به دست هواداران هیتلر گذرد. حتی پارلمان مجبور شد قانونی علاهیده قبول کند که امکان داد بر عوض 800,000 یورو بینا مصادره شود. بحثی تخریب بینا و یا باقی ماندن آن چند سال باز ادامه داشت، اما حالا در وزارت کارهای داخله میگویند تبدیل بینا به اداره پلیس پیامی خیلی واضح میدهد که ناسیونال سوسیالیسم هیچگاه دیگر به استریا باز نمیگردد. بینا را اکنون ترمیم میکنند. مزایده در فرصت‌های نزدیک اعلان می شود. برای شرکت در آن معماران از تمام قلمرو اتحاد اروپا دعوت می شوند.